رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران جنرال مایور محمد حسین باقری و جنرال پالکوونیک شیرعلی میرزا وزیر مدافع تاجیکستان روز سه‌شنبه 7 مای سال 2022 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان کارخانه مشترک تولید هواپیماهای بی‌سرنشین ایرانی تمغه ابوبیل 2 را افتتاح کردند. جنرال باقر در سخنرانی خود در مراسم افتتاح این کارخانه گفت ایران توانست در همه سازات نظامی و دفاع به ویژه در تولید هواپیماهای بی‌سرنشین به رشد چشمگیر دست بیابد. امروز ما در موقعی هستیم که بجز از تأمین نیازهای داخلی می توانیم به کشورهای همپیمان و دوست تجهیزات نظامی صادر کنیم، گفت سرلشکر ارتش ایران. جنرال باقری افتتاح کارخانه ابیل 2 در تاجیکستان را یک نقطه عطف در راه رشد همکاری‌های نظامی دو کشور نامید و گفت انشالله در آینده شاهد همکاری‌های بازم بیشتر نظامی میان ایران و تاجیکستان خواهیم شد. در انجام مراسم به جانب تاجیکستان کلید رمزی کارخانه تولید هواپیماهای بی‌سرنشین سپرده شد. جانب تاجیکستان درباره سفر جنرال باقری تا کنون خبر رسمی نشر نکرده است، ولی رسانه‌های ایرانی خبر دادند که رئیس ستاد کل ارتش ایران که روز 16 مای وارد دوشنبه شد، همچنان با سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نیز ملاقات و مسائل همکاری‌ها در رشته‌های امنیت و مرزها را بررسی کرده است. بنا به اطلاع جانب ایران، تقویت توانمندی‌های دفاعی و نظامی به منظور افزایش همکاری‌ها در مرزهای مشترک و مسائل و تحولات منطقه و افغانستان از مهمترین موضوعهای این گفتگوها بود. جانب‌ها بر ادامه همکاری‌ها، مشورت‌ها و ملاقات‌های مخصوص آید به مسائل‌های منطقوی و متقابل تاکید کردند. در سال‌های اخیر سرلشکر باقری بلندپایه‌ترین مقام حربی ایران است که از تاجیکستان بازدید می‌کند.